وقتی که ما به پنجکین رسیدیم دست اول به زیارت مادر نویسنده ساربان رفتیم. سپس به قشلاق مزار به زادگاه شاعر لایق شیرالی ره سپار شدیم و در آنجا ما مقبره محمد بشارا را که در عصرهای 13-14 ساخته شده است تشریف نمودیم. لایق اندامه ها را قبط کندن، از قبط آخرینش روبایی نمایان شده است. معلوم که نوشته قدیم است، لیکن در روی دیوارهای بیرون و دیگر جاها نوشته های تازه است. بین این نوشته قدیمی و اون نوشته های تازه یکان فرقیتی هست؟ منم حاضر اون نوشته ها دیدم و خواندم. براستی که با این روبایی اونها مقایسه نشوندن، فرقشان از زمین تا آسمان است. این نوشته ها مثل بسیار شعرهای امروزه هستند که نه درد دارن و نه زمان دارن و نه دل دارن و نه یک روح زنده دارن. از خواندن اینها و این نوشته های روی دیوار بیرون و اون خیل شعرها آدم بسیار خجالت میکشد. چه رسد به آن که اون خیل شعرها در دیوارها یا که در سنگها یا در سرستونها یا در قبطهای دیوارهای امروز ثبت کنیم. بسیار واقعا خجالت آور است. یادگار از ما در این منزل غمی بسیار ماند، زان که آتش رفت اما دود در دیوار ماند. این واقعا بیت عالی شاه بیت است که راستی نمیدانم از کدام شاعر است. باز یک بیت عالی دیگر اینجا گذاشتیم حاضر در دیوار نقش شده است، ثبت شده است. میگه که گر در همه دهر یک سری نیشتر است، بر پای کسی خلد که درویشتر است. که واقعا اینطور بیت ها در دیوارها، در ستونها، در سرستونها و پاستونها، در دروازه ها، در سنگ ها بسیار حک می شدن و ثبت می شدن، کنده می شدن که قسم زیاد آنها امروز گم شدن و قسم آنها را البته فولکلورشناس ها و اتنوگراف ها نوشته گرفتن. اگر اینطور بیت ها را جمع کنیم حال هم سر وقت است، جلد کتاب می شد و برای یاد مردم، برای تاریخ گذشته را زنده کردن، برای قسمت مردم بازگو کردن بسیار مفید خواهد بود. یکی از سنت های قدیم خلق ما بیت برک است که حاضر هم زنده است، اما به نظر من اون محبوبیت و معرفیتش از دست داده است، چون که شاید از آن سبب باشد که در شعرهای دراز امروزه بیت عالی یافتن دشوار شده باشد. و من این یک دفترک اینجا هست که من اون بیت های برای مردم نوشتم، برای کتیبه های گرها نوشتم و جمع کردم. من این بیت ها را چاپ نمیکنم برای آنکه اینها خوشبختانه الکی در سنگ ها حق شدن. و تضاد دیگر این است که من اینقدر بیت نوشتم برای مردم و برای سنگ مزار مادر خودم هنوز بیتی دلخواه پیدا نکردم. این آخرین عکس مادرم است که عکس بردار امام محی الدین عالمپور 1 سال پیش از وفاتشان برداشته است. مادرم دستشان در پیش در پیش در ایستادم. شاید من انتظار باشم، شاید مهمانهای من، شاید دوستان من انتظار باشم. منم میخوام برای گوری مادرم یک سنگ یادگار بگذارم. سنگ مرمر تراشیده است، تیار است، اما هنوز من بیت دلخواهم برای این سنگ پیدا نکردم. یک چند نمود نوشتم، اما هیچ کدام آنها درد دل من بازگو کرده نمیتونن. سنگ تیار است و انتظار بیت است. دالان بلند و جایی گشتی مادرای، خبر گیری دخترا و اکا دادرای. دوستان میگن خاله بجای مادرای، فندم نکنه سوزشی مادر دیگرای.